اومدم براتون از مبحث پولاریته یا قطبیت صحبت کنم. 12 نشان چرخه زودیاک داریم. 12 نشان چرخه زودیاک به دو گروه قطبی تقسیم میشن. هم بهشون ینگ میگیم، مردانه، فعال و نگاه رو به بیرون داره. به بعدی قطب یین هستش، زنانه هست، پذیرنده و نگاه رو به درون داره. ما میتونیم عنصرها رو باهاشون تقسیم بندی کنیم، یعنی عنصر خاک و عنصر آب رو میدونیم که قطب زنانه هستش و عنصر هوا و آتش قطب مردانه هستش. حالا اگر نگاه کنید چرخه زودیاک رو قوچ آتش با نشان فعال آغاز شده و با نشان دوماهی عنصر آب پایان پیدا کرده که یک نشان پذیرنده هستش. به ما چی نشون بده؟ این میگه که لازمه که اقدام داشته باشی و بازتابش رو تو دنیای بیرون ببینی و بعد رفته رفته به اون پذیرش لازمه در زندگی برسی، جستجوگر اون پذیرشه باشی در واقع یه جورایی با اون اقدامی که میکنی. قطبیت ها دانش آسترولوژی به ما یاد میدن که تعادل بین دو نیروی در واقع میشه گفتش که متضاد داره تمام هستی ما رو یه جورایی میشه گفتش که جلو میبره. باید بین اون کاری که میکنیم و اون استراحتی که داریم یک تعادلی برقرار کنیم.